درود به شما همراهان عزیز کانال حاشیه مدیا. در این ویدیو واکنش‌های احساسی جذاب و شنیدنی سلبریتی‌ها و افراد معروف و همچنین فوتبالیست‌ها رو نسبت به فوت ناگهانی سعید راد، بازیگر ارزنده و با سابقه کشورمون در سینمای موژنو و قبل از انقلاب بررسی می‌کنیم که این واکنش‌ها بسیار جالب و شنیدنیه، از محمد رضا گلزار تا نوشافرین و بسیاری از بازیکنان پرسپولیس. در ادامه حتما تا انتهای این ویدیو همراه ما باشید، اما لطفاً قبل از دیدن ادامه ویدیو اگر به این سبک محتوا علاقه دارید با سابسکرایب کردن کانال و فعال کردن زنگوله و همچنین لایک کردن ویدیو از کانال ما حمایت کنید و حتما تا آخر ویدیو رو بمونید تا کانال ضرر نکنه. درود بر شرف تک تک شما عزیزان. همونجور که میدونید سعید راد ستاره سینمای موژنو که در بسیاری از فیلم‌های معروف قبل از انقلاب ایفای نقش کرده بود و جایگاه ویژه‌ای بین مخاطبانش داشت، دیروز دار فانی رو ودا گفت و این در حالی بود که او بسیار ورزشکار بود و به تغذیه و تناسب اندام و سبک زندگیش خیلی اهمیت میداد. ما در یک ویدیو دیگه در همین کانال جزئیات علت فوت سعید راد و اتفاقاتی که این اواخر برای او افتاد رو با جزئیات کامل گفتیم که اگر علاقه‌مند بودید میتونید اون ویدیو رو هم ببینید. اما فوت غمبار یکی از باقی ماندگان پیشکسوت سینمای ایران با واکنش‌های بسیار جنجالی و البته احساسی و جالبی همراه بود، از جمله اینکه اولین شخصی که واکنش او بسیار مورد توجه کاربران فضای مجازی قرار گرفت خانم نوشافرین، همسر دوم آقای سعید راد بود که بلافاصله با انتشار عکسی در استوری اینستاگرامشون نوشته بودن تسلیت به جامعه هنری، خانواده و دوستداران ایشون. خانم نوشافرین بازیگر قدیمی و خواننده آهنگ معروف تا میگی سلام و خیلی از آهنگ‌هایی هستن که در دهه‌های 70 و 80 بسیار گل کرد و ایشون رو در دل مخاطبانشون جاودانه کرد. 3 سال پیش زمانی که احمد نجفی به همراه سعید راد مهمان برنامه همرفیق شهاب حسینی بودند، صحبت‌های جالبی رو درباره رابطه عاشقانه سعید راد با خانم نوشافرین کردند که بسیار شنیدنی بود. توی بخشی از این برنامه احمد نجفی به روایت ماجرای عاشقانه سعید راد در جوانی میپردازه و میگه سعید راد عاشق خانم شده بود که بیا و ببین پدر ما رو در آورد. برای اینکه دل اون خانم رو به دست بیاره ما رو وادار میکرد با اون تلفن‌های قارقارک و قدیمی زنگ بزنیم و به نوشافرین بگیم که اگر امروز نیاد او رو ببینه همین امشب تا فردا خودش رو از بین میبره. هر چقدر که من میگفتم آقا کوتاه بیا، مگه میشه که به خاطر یک عشق این کار انجام بشه؟ او همچنین گفت سعید 3 بار من رو وادار کرد که این کار رو انجام بدم. منم به او گفتم چقدر میخوای که این کارو بکنی؟ خب تمومش کن و این عشق رو تموم کن. یک اتاق داشت و تمام سقف و دیوارهای اتاق عکس این خانم بود. وقتی که میخوابیدی فقط اون خانم رو میدیدی. عکسای او سعید رو محاصره کرده بود. اما صحبت‌های نوشافرین هم درباره زندگیش با سعید راد بسیار جنجالی شد، چرا که گفته بود زمانی که با سعید راد ازدواج کرده به خاطر تعصباتی که او داشته نوشافرین بیکار بوده و اوایل ازدواجشون همه چیز خوب بوده، اما کم کم بد اخلاقی ها شروع شده. او میگفت سعید 2 تا بچه داشت و من هم چون او رو دوست داشتم بچه‌هاش رو نگهداری میکردم و بچه‌های او هم با ما زندگی میکردن. اما کم کم و رفته رفته اخلاقای بد نمایان شد و من هم نمیتونستم طلاق بگیرم، چرا که شغل درست و حسابی نداشتم و طلاق گرفتن هم در جامعه ما صورت خوبی نداشت. در نهایت بعد از 17 سال از هم جدا شدیم و من به هندوستان رفتم. اما پیام‌های تسلیت برای فوت سعید راد به همینجا ختم نشد. محمد رضا گلزار بازیگر پرطرفدار کشورمون هم در استوری اینستاگرامشون با انتشار عکسی از سعید راد نوشته بودند روحت شاد مرد بزرگ. پرویزه پرستویی هم در استوری اینستاگرامشون با انتشار عکس سعید راد نوشته بودند در گذشته پیشکسوت سینمای ایران سعید راد رو به خانواده محترمش و خانواده سینما تسلیت عرض می‌کنم. روحش شاد و یادش گرامی. سپند امیرسلیمانی هم با انتشار عکسی از آقای سعید راد در استوری اینستاگرامشون و نوشتن نام سعید راد ناراحتی خودشون رو نشون دادن. الهام پاینده هم با انتشار عکسی در استوری اینستاگرامشون پیام تسلیتشون رو به این گونه ارسال کردن و نوشتن خاطر سازی دیگر 3 نقطه و هشتگ سعید راد. بهرنگ علوی هم در استوری اینستاگرامشون عکسی از جوانی سعید راد رو انتشار دادن و زیر اون عکس نوشتن روحت شاد
جوانه دلشاد هم با انتشار عکس سعید راد پیام تسلیتشون رو در استوری اینستاگرامشون منتشر کردند. امیرحسین رستمی هم با انتشار عکس سعید راد در استوری اینستاگرامش نوشت: امید جانم، تسلیت میگم، جاشون سبز. شاهین صمدپور هم در استوری اینستاگرامش با انتشار عکس سعید راد این جمله رو نوشت: سعید راد درگذشت. سعید راد بازیگر مطرح قدیمی و خوشتیپ سینمای کشورمان بعد از تحمل یک دوره بیماری دقایقی قبل درگذشت. سعید راد که اواخر سال گذشته اخبار نگران کننده‌ای در مورد سلامتی وی منتشر شده بود، دقایقی قبل در حالی که تنها 3 ماه تا فوت کردن شمع تولدش تا سالگیش مونده بود درگذشت. فریبا کوثری هم با انتشار عکس سعید راد نوشته بود: به دستان پرمهر خدا می سپارمت، راهتان پر از نور. متاسفانه دقایقی پیش آقای سعید راد به رحمت خداوند رفتند. علی ضیا هم با انتشار عکس سعید راد در استوری اینستاگرامش به خانواده محترم راد و مردم ایران تسلیت گفته بودند. اما آدم نعمتی بازیکن تیم پرسپولیس و نوه سعید راد با انتشار یک عکس از کودکی خودش در آغوش پدر بزرگ و با یک متن احساسی نوشته بود: خدا حافظ رفیق و یک قلب شکسته. اما خیلی از بازیکنان پرسپولیس هم نسبت به این خبر ناراحت کننده واکنش‌های احساسی نشون دادن. از جمله اینکه یحیی گل محمدی در استوری اینستاگرامش با انتشار عکس سعید راد نوشته بود: تسلیت به خانواده محترم راد و جامعه سینما و ورزش، روحشون شاد. احمد عابدزاده هم عکس سعید راد رو انتشار داده بود و نوشته بود: روح شاد. کریم باقری هم همچنین با انتشار عکس سعید راد نوشته بود: تسلیت به خانواده محترم جامعه هنری و طرفداران فوتبال، روحشان شاد و یادشان گرامی. اما واکنش برانکو ایوانکوویچ سرمربی سابق تیم پرسپولیس هم به جای خودش بسیار جالب بود. او با انتشار عکس سعید راد و نوه او آدم همتی در استوری خودش ابراز همدردی کرده بود و پیام تسلیت خودش رو به جامعه ورزشی و جامعه هنر و مردم ایران اینگونه ارسال کرده بود. این بازیگر قدیمی و پیشکسوت سینمای ایران هوادار سفت و سخت تیم پرسپولیس بود که هر از گاهی به تمرینات این تیم میرفت و با بازیکنان و کادر فنی سرخپوشان دیدار داشت و همچنین به دلیل حضور نوش آدم همتی در تیم پرسپولیس با برانکو ایوانکوویچ هم رابطه خیلی خوبی داشت. روحشون شاد و یادشون گرامی باد. لطفاً شما هم نظراتتون رو برای ما بنویسید و قبل از سر کردن ویدیو حتما ویدیو رو لایک کنید و کانال ما رو سابسکرایب و زنگوله رو فعال کنید. درود بر شرف تک تک شما عزیزان.